بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. دوستان، از حق الناس بترسید. یکی از علما نقل می کند، می گوید در عالم خواب دیدم رفتم او دنیا، میخوام از پل صراط رد بشم، تمام اعمالم درست و به جا بود، اما همون لحظه آخر یک دست آتشینی از پایین آمد بالا. گفت اگر حق منو ندی نمیذارم از اینجا رد بشی. گفت چه حقی؟ تو کی هستی اصلا؟ گفت من همون قصابم که آمدی وارد مغازه من شدی، دست به گوشت زدی اما نخریدی، همون مقدار چربی که به دستت شد همون حق من بود، همون الان میخوام. دوستان، این عالم این چنین میگوید خب مشکل نداره، چی کار بکنم الان؟ گفت بدن تو خونکه، میخوام یه مقدار از خونکی بدن تو استفاده بکنم. همین که دستشو زد به سینه من، از داغی او از خواب بلند شد. دوستان، عالم نقل میکند، میگوید که همین که پیراهنمو زدم بالا، دیدم رد اون دست همین روی بدن من هست. عزیزان، اگر این داستانها درست باشد کار ما بسیار گیره ها. شما 1% بدید که این داستانها درسته، این آیات قرآنی که بالغ بر 1/3 قرآن برای آخرته. عزیزان، احتمال بدید اون دنیایی هست، احتمال بدید این عذاب‌ها هست و خودتون اصلاح بکنید.